سلام دوستان، اینجا حومه مشهده، بین راه شاندیز و مشهد سوران. اینجا یه مزرعه سبزیجاته که ما سبزیجاتمون رو از اینجا خرید میکنیم به صورت ارگانیکه و خیلی عالی. سبزیجاتی که از اینجا تهیه میکنیم به هیچ عنوان سریع خراب نمیشه، به خاطر اینی که داخل آب اونا رو نمیندازن. غیر از سبزیجاتی که همیشه خرید میکنم، سبزی خوردن، سبزی قرمه سبزی، کوکو، آش، تمام سبزیجات رو از اینجا خرید میکنم. کدو، خیار، لوبیا سبز، بادمجان، فلفل دلمه‌ای، فلفل، اینجور چیزها رو هم از اینجا خرید میکنم. البته یه مقداری رو توی باغی که خودمون داریم میکاریم، مثل فلفل دلمه‌ای، فلفل سبز، بادمجان، بامیه، اینجور چیزا رو اگر کم بیارم از اینجا خرید میکنم. در هر صورت امروز غیر از چیزهایی که میخوام خرید کنم، ریحون بنفش و ریحون سبز مخصوص شربت ریحان. البته این قسمت رو نمیذارن همه بیان، به خاطر اینی که جای راه رفتن نداره زیاد و من چون میخواستم فیلمی برای شماها تهیه کنم اجازه دادن که بیام این قسمت. این مزرعه دورش دیوار داره و به هیچ عنوان حیوانات نمیتونن داخلش بشن. خب پس با هم میریم قسمت فروش که البته همسرم اونجا در حال خرید سبزیجاتی مثل لوبیا سبز، کدو، خیار و همچنین سبزی خوردن و ریحان بنفش و ریحان سبز مخصوص تهیه شربته. اینم از سبزیجاتی که امروز میخواییم ببریم خونه و حالا آوردم خونه اونا رو و با آقای همسر میشینیم و پاکشون میکنیم و هرچی رو برای خوردن، برای شربت ریحان و برای کوکو لازم داریم جدا میکنیم و تمیز میشوریم. حالا اگه موافق باشین با هم میریم این شربت خوش رنگ، خوش عطر و طعم خوب ریحان رو آماده میکنیم و از کم و کیف اون با خبر میشیم. 2 لیوان ریحان بنفش دارم و 1 لیوان ریحان سبز. فقط برگ های اونا رو جدا کنین. اونا رو توی ظرف بزرگ میریزم و بین 1/3 لیوان تا نصف لیوان شکر کافیه. بیشتر بریزین خیلی شیرین میشه. و 4 لیوان آب جوش، آبی که کامل جوش باشه و داغ داغ باشه میریزم روش. سبزی رو توی آب جوش غوطه ور میکنم. یه در روش میذارم. از آب لیمو استفاده میکنیم چون میخوام آب لیمو تازه باشه. آب 2 تا لیموی کوچیک رو میگیرم، اما از 1 لیموی بزرگ هم میشه استفاده کرد. در کل 4 الی 5 قاشق آب لیمو میخواییم. بعد زمانی که آب شربتمون خنک شد، بعد از نیم ساعت تا 3 رو آب لیمو رو میریزم روی شربت، یه مقداری همش میزنم. ببینید چجوری بعد از اینکه آب لیمو رو روی شربت ریختم، به خاطر فعل و انفعالات شیمیایی رنگ شربتمون کم کم در حال عوض شدنه و صورتی میشه. 1 قاشق هم گلاب استفاده میکنم. البته اگر گلابتون گلاب درجه 1 1 قاشق، در غیر این صورت گلاب بیشتری میتونین استفاده کنین. حتی هل هم میتونین استفاده کنین. بعد از 20 دقیقه شربت رو صافش میکنم. یه مقداری با پشت کفگیر فشار میدم تا شربت کامل از توی سبزیجات خارج بشه. کامل عصاره سبزیجات رو خارج میکنم. و این شربتیه که از ریحان آماده کردیم. حالا اونو توی پارچ میریزم. ببینین رنگش با اون پررنگی هم که فکر میکنین نیست.
اونا رو توی 3 تا لیوان میریزم. لیوان اولو به همون شکل میذارم باشه. داخل لیوان دوم 1 قاشق چای خوری شربت آلبالو میریزم و داخل لیوان سوم 1 قطره رنگ مجاز خوراکی. رنگاه رو ببینین، به نظر من همون رنگ اصلی خودش هم خوبه، هیچ نیازی نیست که رنگ بهش اضافه کنین. اگر هم خواستین اضافه کنین از شربت هایی که تو خونه دارین استفاده کنین. یخ هم به اونا اضافه میکنم و جای همه شما خالی یه شربت خوب و عالی ریحان. خدا نگهدارتون.